میگن شیطون با بچه هاش از یه جایی رد میشدن، توی یه حیاتی دیدن یه گاوی به میخی بسته شده و یه زنی داره از گاو شیر میدوشه. شیطون رفت و میخو تکون داد. با تکون خوردن میخ گاو ترسید، پاش خورد و سطل شیر زمین ریخت و پاش رفت رو بچه اون زن که کنار مادرش نشسته بود و اون بچه رو کشت. مادر بچه با دیدن این صحنه عصبانی شد و گاو با ضربه چاقو از پا در آورد و کشت. شوهرش اومد و تا دید بچهش کشته شده و گاو مرده، زنش رو حسابی زد و طلاق داد. برادرها و فامیلای زن اومدن و اون مرد رو زدن و بعدم فامیلای مرد و خلاصه یه جنگ قبیله‌ای عظیمی که چند تا کشته داد و چه داستانی شد نگم برات. بچه های شیطون با دیدن این ماجرا تعجب کردن و از باباشون پرسیدن ای وای این چه کاری بود کردی؟ شیطون گفت من کاری نکردم، فقط